در انقلاب عاشورا رویارویی خون با شمشیر بلافاصله در رویارویی مستقیم پیروزی فیزیکی رو به ارمغان نیاورد. در این حلقه از انقلاب حسینی پیروزی خون بر شمشیر در اوج رویارویی شکل گرفت و خون واقعا بر شمشیر پیروز شد. نظام شاهنشاهی سقوط کرد، جمهوری اسلامی ایجاد شد. بله. من معتقدم ارزشی‌ترین انقلاب تاریخ اسلام و جهان انقلاب اسلامی است. خیلی عالی و چقدر خوب حالا جسارت در محضر شما این تقارن قشنگ اتفاقا دو تا برکت برای مملکت ماست. همه سر سفره ابی عبدالله هستن، از این برم برکتی مثل پیروزی انقلاب اسلامی. میخوام برگردم حالا به قبل از انقلاب، اون زمانی که خیلی داشتن زحمت میکشیدن، منهای عشق و کوششی که مردم میکردن، اما یه آدمایی هم داشتن زحمت میکشیدن. برمیگردم به قبل انقلاب و زمان اسارت شما و زندان رفتن شما. از اون موقع برامون بگید. بعد از مدتی حدود 2 سال من متواری بودم، بازداشت شدم. اتهامم چی بود؟ اتهام من فرستادن افرادی به سوریه و لبنان برای طی کردن دوره تعلیمات چریکی، مبارزه مسلحانه با نظام شاهنشاهی، سرنگونی نظام شاهنشاهی و تشکیل حکومت اسلامی به رهبری آیت الله خمینی. اون زمان هنوز کلمه امام رایج نبود. درست. وقتی من بازداشت شدم دقیقاً اعتراف کردم. گفت برای چی فرستادی؟ گفتم تعلیمات نظامی ببینن. گفتم برای اینکه با نظام شاهنشاهی مبارزه کنه. در بازجویی من وجود داره، الانم هست. گفت خب مبارزه کنن که چی بشه؟ گفتم ساقط بشه نظام شاهنشاهی. خب بعد چه اتفاقی بیفته؟ حکومت اسلامی تشکیل بشه. حکومت اسلامی رو کی اداره کنه؟ آیت الله خمینی. به همین دلیل من به 12 سال محکوم شدم. 12 سال زندان. البته شکنجه های بسیار زیادی صورت گرفت. البته من عادتم اینه که از توابع خودم و این مسائل، چون اعتقاد ندارم که هزینه باید بشه تو زندگی، الانم حرفی نمیزنم، چون برنامه شما اینه که معرفی کنید نظام شاهنشاهی رو اشاره میکنم. من یه حادثه‌ای رو که هرگز فراموش نکردم و از تلخ‌ترین حوادث من بود داخل همین عبرتگاه الان و کمیته مشترک اون زمان. بله. تلویزیون نشون داد یه حوضی رو شما دایره‌ای. بله بله. یه فردی بود به نام شهریاری، این اسم مستعارش بود. اون کسی که از من بازجویی میکرد رئیس گروه بازجو فردی به نام امیری. البته او هم زیر نظر فردی به دیگری به نام سعیدی کار میکرد. شهریاری بین اینها خیلی آدم خشن و بیرحمی بود. روز شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. شهریاری منو برد اطراف همین حوض و میدوون شلاق میزد، گفت شیخ دعاگو بشتا به سوی فلسطین. من تصورم اینه که هیچ رژیمی شاید در ایران، قطعا اینطوره، در تاریخ ایران وجود نداشته به بیرحمی نظام ستمشاهی. امیدوارم انشاءالله هر سال سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو با شکوه بهتری برگزار بکنن. انشاءالله در تظاهرات 20 بهمن بهتر از هر سال قدرت نمایی کنیم و عزت و قدرت و وحدت و امنیت ملی خودمون رو به جامعه جهانی و جهان اسلام کاملا نشون بدیم. السلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما عرض میکنم که انقلاب ما، پیروزی انقلاب به این قشنگی هر سال داره بهتر و بهتر و بهتر و بهتر میشه. اما خواهشم اینه که آقایون، خانوما، گلا، نوجوانا، اونایی که شما نبودین این گونه مثل حاج آقا زحمت کشیدن، خیلی از خوشدلا که انقلاب پیروز شد، الان دیگه اینجوری نیست که بگیم دستشون درد نکنه، ما که نبودیم. حالا وظیفه ماست اون چه رو بسازیم که میخوایم باشیم و نیستیم. من و شما باید طوری زندگی بکنیم که لایق انقلاب اسلامی باشه. مخلصیم. بخش بعدی تقدیم شما. خیلی متشکرم حاج آقا، دست شما درد نکنه.